سلام دوستان عزیز، به کانال آشپزی خوش اومدین. امروز میخوایم یه غذای خوشمزه که با بادمجان درست میشه، ساده و در عین حال خوشمزه رو با هم درست کنیم. ابتدا به 2 عدد تخم مرغ نیاز داریم. داخل ظرف میشکنیم و با یه همزن هم میزنیم. عزیزانی که هنوز عضو کانال ما نشدن لطفاً لایک و سابسکرایب رو بزنید، همچنین زنگوله کنار رو تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشین. 2 عدد بادمجان داریم، از وسط نصف میکنیم و به صورت ریز خردشون میکنیم. کسانی که با بادمجان سازگار نیستن میتونن با این طرز پخت به راحتی تبدیل به یک غذای خوشمزه کنن. بادمجان هامون رو خرد کردیم. یه دونه پیاز سفید متوسط داریم، از وسط نصف میکنیم و به صورت ریز خردش میکنیم. سه عدد گوجه فرنگی متوسط داریم که به صورت ریز خردشون میکنیم. عزیزان لطفاً برامون بنویسین از کدوم شهر و یا کشور برنامه ما را تماشا میکنین. برامون کامنت بذارین، خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم. 2 عدد فلفل سبز داریم، فلفلامونم ریز میکنیم. دو حبه سیر داریم که واقعا طعم و بوی خوبی به غذامون میده. خرد ریزشون میکنیم. بعد از این که ریز کردیم ماهیتابه رو میذاریم رو حرارت، کمی روغن ریخته و بادمجان ها رو داخل ماهیتابه میریزیم. بادمجان ها رو هم میزنیم تا سرخ بشن. هم میزنیم مخلوط بشن تا از خامی در بیان و بعد پیاز خرد شدهمون رو نیز داخل ماهیتابه سرخ میکنیم. کمی که نرم شد فلفل سبزامون رو اضافه میکنیم. هم میزنیم تا مخلوط بشن. بعد سیر خرد شدهمون رو اضافه میکنیم. کمی هم میزنیم. نمک، فلفل، سرچوبه و پودر پاپریکا رو اضافه میکنیم. بعد از اینکه کمی مخلوط شدن گوجه فرنگی های خرد شده رو نیز اضافه میکنیم. هم میزنیم تا قشنگ مخلوط بشن.
بادمجان هایی که قبلا سرخ کردیم رو به موادمون اضافه میکنیم. همه موادمون رو هم میزنیم تا مخلوط بشن. همینطور که میبینین موادمون جا افتاده. حالا تخم مرغامون رو به موادمون اضافه میکنیم. جوری که به تمام سطح مواد ریخته بشه. سر ماهیتابه رو میذاریم تا بپزه. عزیزان غذای ما حاضره. از طعم و بوش براتون نگم که بی‌نظیره. حالا داخل یه دیس میکشیم. عزیزان توصیه میکنم این غذا رو داخل خونه درست کنین با یه مواد ساده در عین حال خوشمزه درست کنین و نوش جان کنین. نوش جان.